اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرتش کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال بر شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت زنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکند که چشمش نابیناست، چشمش کور است، به سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی. امروز چشمهای تو باعث همان کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است: زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، و فردا حشر سازم زیشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیست چشمم کرده اعما. و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا میکرد است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان، به امر نفس و با فرمان شیطان. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند بر بنده می گفته است به دنیا کرده ای ما را فراموش، در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و رسواییت باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، من هم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموشی خدا که غلطید، حال خود چه بداند که چی میشود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور میشود، غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق زن رسول اکرم میگوید سألت النبی عن عذاب قبر. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر. خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب بکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی است؟ دلالت بر این میکند که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتند؟ گفتند شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فلیتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین
التحیات آخری نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفتین 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. این حدیث هم دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که عذاب قبر حق است. نظر میکنیم به عقاید.